سلام، وقتتون بخیر باشه. در خدمتتون هستم با جلسه 16 از درس آسیب شناسی روانی با مبحث اختلال شخصیت نمایشی. خب نه عزیزم، یه مهناز دیگه است. 2 مهناز داریم. آره، یه مهناز دیگه با شما نبودم. خب بریم سراغ درسمون و در مورد اختلال شخصیت نمایشی صحبت بکنیم. ببینید، مشخصه اصلی این اختلال، چیزی که در پاور برای شما نوشتم، هیجانی بودن مفرط، مودهای اغراق آمیز، تلاش برای جلب توجه، تلقین پذیری و ایمپالسیو بودنشون هست. حالا اینا رو به صورت کامل براتون دونه دونه توضیح میدم که اصلا منظور اینها چی هستش. ببینید، افراد مبتلا خیلی تمایل دارن که خودشون رو به صورت خیلی دراماتیک نشون بدن. زمانی که این تمایلات به صورت افراطی صورت بگیره، میگیم که این فرد دچار اختلال شخصیت نمایشی هستش. افراد مبتلا توی رفتارهای روزانه خودشون این رفتارها و ویژگی‌های نمایشی خودشون رو به وضوح نشون میدن. یعنی چی؟ یعنی رفتارهای پر رنگ و لعاب از خودشون دارن. رفتارهاشون عموماً نمایشیه و حالت برونگرایانه رفتار میکنن و تحریک پذیری هیجانی خیلی زیادی رو دارن. برخلاف اون رفتارهای هیجانی که دارن، حالا اون رفتارهای خیلی دوستانه، خیلی صمیمانه‌ای که دارن، نمیتونن دلبستگی عمیقی که نسبت به افراد دارن رو به صورت طولانی مدت حفظ بکنن. درسته؟ پس اگه ازتون سوال پرسیدن کدام یک از اختلالات زیر نمیتونه دلبستگی عمیقی رو به صورت طولانی مدت حفظ بکنه، نیاید بزنید دلبستگی ناایمن. اگه توی گزینه ها بود، میشه اختلال شخصیت نمایشی. افراد مبتلا اغلب توی افکار و احساسات خودشون میان مبالغه میکنن. یعنی چی؟ یعنی هر چیز ساده ای رو که میبینن مهمتر از اون چیزی که هست جلوه میدن. یه اتفاق خیلی ساده ای افتاده، خیلی اونو میان بولدش میکنن، برای ما به اصطلاح میگیم از کوه میسازن. خیلی رفتار توجه طلبانه از خودشون نشون میدن و اگه تحسین نشن، تایید نشن، اگه کانون توجه نباشن، گریه میکنن، تندخو میشن و اون افرادی که بهشون توجه نکردن رو سرزنش میکنن. این افراد رفتارهای اغواگرانه دارن که این رفتارهای اغواگرانه توی هم جنس زن و هم در جنس مرد به صورت شایع دیده میشه. توضیح میدم جلو کامل براتون. و اینکه این افراد خیلی به تخیلات جنسی فکر میکنن، خیلی وقت میذارن براشون و اون هم در مورد افرادی هست که باهاشون ارتباط دارن. مثلا میگن که با پارتنر خودشون خیلی تخیلات جنسی زیادی دارن و این تخیلات جنسی که توی این افراد هست خیلی خیلی شایع است. یعنی تمام افراد مبتلا، اکثر افراد مبتلا به این عارضه دچار هستن. افراد مبتلا روابط خیلی سطحی با دیگران دارن، اما به تصور خودشون این رابطه خیلی صمیمانه است. خب فکر میکنن خیلی رابطه صمیمانه دارن، در صورتی یه رابطه سطحی و خیلی رابطه در ابتدای دوستی ها و رابطه ها هستش. و اینکه افراد مبتلا خیلی راحت تحت تاثیر دیگران قرار میگیرن. بینش افراد مبتلا تخیلی نیست. بیان اونها کلیه
و اینکه شامل جزئیات نمیشه. یه چیزی رو میخوان تعریف بکنن خیلی کلی برات توضیح میده، جزئیات رو برات نمیگه. بیمارانی که مبتلا هستن توی جلسه‌های درمانی معمولاً همکاری خیلی خوبی دارن. خیلی توی جلسات درمانی ما اینها رو میبینیم که سعی میکنن اون جزئیات رو بیان برای ما توضیح بدن، ولی در صورت کلی این کار رو انجام نمیدن. زمانی که میخوان صحبت بکنن برای ما اطلاعاتی ارائه بدن، از یک سری ژست ها، یک سری تاکید ها، یک سری مکس های نمایشی استفاده میکنن و این یک رفتار خیلی شایع هستش که ما در افراد مبتلا میتونیم ببینیم. افراد مبتلا یک سری آرایش، حالا چهرهشون خیلی خاصه، آرایششون خیلی خاصه، لباس پوشیدنشون خیلی خاصه که به وضوح نشون میده این افراد دچار اختلال شخصیت نمایشی هستن. گفتیم هیجان‌های افراطی. هیجان‌های افراطی توی این افراد برای اینه که دیگران رو تحت تأثیر قرار بدن، نه اینکه احساسات واقعی خودشون رو به اونها نشون بدن. درسته؟ و همین متمایز کننده این اختلال با سایر اختلال هاییه که اون هیجان پذیری متناسب رو از خودشون نشون میدن. پس حالت های هیجانی که در این افراد هست حالت زودگذر داره و موقتی هستش، دائمی نیست و فقط برای این هست که افراد رو تحت تاثیر خودش قرار بدن. بیماران از 2 تا دفاع استفاده میکنن و از دفاع واپسزنی استفاده میکنن به خاطر اینکه احساسات واقعی خودشون رو نمیتونن درک بکنن و توی این احساسات واقعی خودشون، توی فهمشون، توی درکشون عاجز و ناتوان هستن. برای همین میان از دفاع واپسزنی استفاده میکنن. همچنین از دفاع تجزیه استفاده میکنن، چون همین امر باعث میشه که نتونن انگیزه های خودشون رو توضیح بدن وقتی از تجزیه استفاده میکنن. ما در درمان سعی میکنیم تبیین احساسات درونی این افراد رو انجام بدیم، چون این افراد از احساسات خودشون بیخبر هستن و از دفاع تجزیه استفاده میکنن. بنابراین تبیین احساسات درونی رو در رأس کار برای درمان این افراد قرار میدیم. افراد مبتلا اگه تحت فشار روانی قرار بگیرن، حس واقعیت سنجیشون به راحتی مختل میشه اگه تحت فشار روانی قرار بگیرن. افراد مبتلا اغلب سرزنده هستن، نمایشی هستن، گرایش دارن توجه رو به خودشون جلب کنن و ممکنه در ابتدای دوستی ها، در ابتدای روابط طرف مقابل رو با شیفتگی، با گشودگی ظاهری، با عشوه‌گری خودشون مجذوب بکنن و معمولاً این افراد نقش یک مدل زنده مهمانی رو به خودشون میگیرن. اگه کانون توجه نباشن ناراحت میشن و برای اینکه اون توجهی که میخوان رو به خودشون معطوف بکنن کارهای نمایشی انجام میدن. مثلا داستانهایی رو از خودشون در میارن، یک سری صحنه ها رو خلق میکنن. افراد مبتلا ممکنه توی دستیابی به روابط صمیمی و روابط رمانتیک و یا حتی جنسی مشکل داشته باشن. افراد مبتلا توی درمان از رفتارهایی مثل چاپلوس بودن، مثل هدیه آوردن، مثل توصیف کردن نمایشی نشانه‌های جسمانی، روانشناختی که توی هر ملاقات با درمانگر داشتن میپردازن و این رفتارها رو از خودشون بروز میدن. لغزش‌های زبانی توی گفتار اونها خیلی زیاده. توی تکالیف مثل ریاضی و تکالیفی که تمرکز نیاز دارن خیلی ضعیف هستن و از خودشون پافشاری نشون نمیدن.
و همچنین این افراد موضوعات عاطفی رو خیلی زود از یاد میبرن. افراد مبتلا دچار کشکاری‌های روانی جنسی هستن. یعنی چطور؟ یعنی ما توی مردانی که مبتلا هستن میبینیم که مردانی که مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی هستن دچار ناتوانی جنسی هستن و زنانی که مبتلا هستن دچار آنورگاسمی هستن. خب این هم تمام چیزهایی که به ذهنم می اومد و یادم بود همه رو براتون گفتم، تمام نکات رو گفتم، فراتر از کتاباتونم براتون گفتم، چون میدونم آنورگاسمی و ناتوانی جنسی توی این دوتا زن و مرد رو توی کتاباتون نگفته بودن. اگه تا اینجا سوالی دارید بپرسید، اگر نه که در مورد همه‌گیرشناسیش صحبت کنیم. این جلسه خیلی تایممون کمه چون اختلال شخصیت نمایشی آنچنان مطالبی در موردش نبود. خب سوال دارید بپرسید. لایک دیسلایک. مهراب سوال نداره. مرسی مهراب. کوثر سوال نداره. آیدا سوال نداره. خب مرسی مهناز جان، مرسی. خب در مورد همه‌گیرشناسیش هم یه صحبتی بکنیم. شیوع این اختلال 1 تا 3%، 10 تا 15% بیمارانی که به صورت سرپایی و بستری میشن توی مراکز بهداشت روان جزء اختلال شخصیت نمایشی هستن. این اختلال در زنان شایع‌تر هستش و با اختلال جسمانی سازی و سندروم بریکه و مصرف الکل ارتباط داره این اختلال. و دیگه همه‌گیرشناسی و سیرش هم همین بود. بریم سراغ تشخیص افتراقی و نکاتی که براتون آماده کردم و بیشتر از همینجا براتون سوال میاد. اینجا رو خوب گوش بدید خواهشاً. این اختلال تقریبا شبیه 4 تا اختلال شخصیت مرزی، ضد اجتماعی، خودشیفته و وابسته. حالا میخوایم اینا رو از همدیگه افتراق بدیم. چطوری؟ وجه افتراقه. الان خوبه؟ میکروفون رو بیارم بالاتر. خوبه؟ لایک دیسلایک. باران صدا خوب شد؟ بازم کمه؟ میخوای یه کار بکن، یه خروج بزن یه ورود بزن، من صبر میکنم. خارج شو دوباره بیا. برای بقیه دوستانتونم همین جوریه؟ صدا کمی یا زیاد؟ صدا زیاده؟ آفرین. من صبر میکنم باران، صبر میکنم بری و برگردی. یک چند لحظه صبر کنید تا دوستتون. خب آره برای باران ضعیفه، اجازه بدید اینجاش که مهمه برو برگرده. خب آره خوب بود برای همتون، میدونم چون اگه بد بود میگفتید. چند لحظه صبر کنید تا باران برگرده. خب تازه الان خارج شد. تا اینجا سوالی نداشتید بچه ها؟ خب چطور شد باران؟ خوب شد؟ مرسی. کوثر آیدا میگن سوال نداریم. خب الان خوب شد. خب خواهش میکنم کوثر جان. باران خوب شد. حالا شروع میکنیم. بچه افتراق شخصیت نمایشی از شخصیت مرزی چی هستش؟ اختلال مرزی خب با توجه به اون تغییر سریع هیجان‌هایی که دارن و اون رفتارهای فریبکارانه‌ای که دارن و اون توجه خواهیه رو که دارن مشخص می شدن. اما این افراد یعنی افراد مرزی توی روابط خودشون رو نابود میکنن. اون آشفتگی هاشون توأم با خشم در روابط صمیمیشون و احساسات مزمن پوچی عمیق دارن از خودشون. اما اختلال شخصیت
نمایشی اینطور نیست. پس ما میگیم که اختلال شخصیت مرزی ابهام دارن در هویتشون، اقدام به خودکشی دارن، حملات روانپریشی گذرا دارن که این رفتار در اینها بولدتره. درسته توجه خواهی دارن، درسته تغییر سریع هیجانات دارن، درسته رفتار فریبکارانه دارن، اما اینها برمیگرده به خودشون صدمه میزنن، ولی افراد نمایشی دارن دیگران رو جلب میکنن. پس این هم از اختلال شخصیت نمایشی و مرزی. وجه افتراق اختلال شخصیت نمایشی از اختلال شخصیت ضد اجتماعی. هر دوتای این اختلال ها توی گرایش به سطحی بودن، تکانشی بودن، هیجان خواهی، فریبکاری، اغواگری و بی‌پروایی این ویژگی ها رو دارن. توی این دوتا سهیم هست این ویژگی ها. اما اختلال شخصیت نمایشی هیجانات اغراق آمیزتری دارن و رفتارهای ضد اجتماعی مثل آسیب زدن، شکستن قوانین و امثال اینها که توی افراد ضد اجتماعی وجود داره ما در این افراد نمایشی نمیبینیم. افراد نمایشی گفتم که برای جلب مهرورزی، برای جلب محبت هستش که فریبکاری میکنن، اما افراد مبتلا به شخصیت ضد اجتماعی برای نفع شخصی خودشون، برای قدرتشون، برای اون ارضای نیازهای مادیشون میان فریبکاری میکنن. پس اگه ما بطن این دوتا رو بخوایم ببینیم، اگر یک فرد آنتی سوشال به ما مراجعه بکنه و قصدش رو بگه از آسیب زدن به دیگران، به اموال خودش و دیگران، میگه که به خاطر نفع خودم بوده، میخواستم یه چیزی رو نشون بدم، میخواستم قدرت خودم رو به نمایش بذارم. اما فرد نمایشی میگه که میخواستم توجه رو به خودم جلب بکنم، میخواستم اون محبتی رو که نداشتم رو جلب بکنم. خب پس این وجه افتراق این دوتا هستش. سومیش وجه افتراق اختلال شخصیت نمایشی از اختلال شخصیت خودشیفته است. افراد خودشیفته هم مشتاق توجه دیگران هستند، اما معمولاً به خاطر اون برتری که توی وجودشون هست تمایل به تحسین دارن. خب به خاطر برتریه تمایل به تحسین دارن. اما افراد نمایشی تمایل دارن که شکننده و وابسته برداشت بشن. درست شد؟ اونا به خاطر برتریشون و اینها دوست دارن شکننده و وابسته برداشت بشن. افراد خودشیفته در مورد صمیمی بودن روابط خودشون با دیگران اغراق میکنن. خب و بیشتر دوست دارن که روی مهم بودن، خاص بودن و ثروت دوستان خودشون تاکید بکنن. اما افراد نمایشی اینطوری نیستن. مثلا دوست دارن خودشون رو نشون بدن، خب بگن که ما بهتریم، یا مثلا توجه ها رو به خودشون جلب بکنن، بگن که به فرض ما این مالو داریم، ما این شکلی هستیم، اونجوری هستیم، که توجه به خودشون جلب بشه. چهارمیش وجه افتراق شخصیت نمایشی از اختلال شخصیت وابسته هستش. افراد وابسته برای تحسین و راهنمایی که بیش از حد به دیگران وابسته است، برای تحسین و راهنمایی که بیشتر به دیگران وابسته هستش. اما افراد نمایشی اینجوری نیستن. افراد وابسته ویژگی های خودنمایی، اغراق آمیز بودن و هیجانی که در افراد نمایشی وجود داره رو در اینها نمیتونیم ببینیم، توی این افراد نیست. پس افراد وابسته خودنمایی، هیجانی و اغراق آمیز بودن رو در خودشون ندارن، فقط برای اینه که دیگران اونها رو تحسین بکنن، راهنماییشون بکنن، هلشون بدن به سمت هدفهاشون. یعنی یک کسی باشه که مدام کمکشون کنه و ساپورتشون بکنه.
این هم از تمام وجه افتراق‌های بین این چند تا شخصیت، 5 تا شخصیت. خب اگه سوال دارید بپرسید، اگر ندارید که بریم سراغ درمان. مهراب سوال نداره. مرسی مهراب. هستی سوال نداره. آیدا، کوثر، مهناز، باران سوال؟ لایک دیسلایک. میشه شخصیت مرزی رو دوباره توضیح بدید؟ ببین گفتیم شخصیت مرزی یک سری توجه خواهی دارن، یک سری هیجانات، تغییر سریع هیجانات دارن، رفتارهای فریبکارانه دارن. خب اما اینها با این نشون داده میشه که این افراد مرزی سعی میکنن که خودشون رو نابود بکنن، یا اینکه توی روابط صمیمیشون یک سری آشفتگی هایی وجود داره که این آشفتگی ها توأم با خشم هستش. افراد مرزی یک احساس پوچی عمیقی دارن، خب که به خاطر همین ویژگی هاست که از اختلال شخصیت نمایشی متمایز میشن. یعنی چی؟ یعنی اونها نمایشی ها این ویژگی ها رو در خودشون ندارن. درسته توجه خواهی رو دارن مثل نمایشی ها، اما مثل اونها نیست. و اینکه مثل نمایشی ها نیست. و اینکه اختلال شخصیت مرزی ابهام دارن در هویتشون. خب و اینکه حملات روانپریشی که دارن گذرا هستش و اقدام به خودکشی هم انجام میدن. اینها محتملتر هستش، واضحتر هستش در افراد مرزی. ما اینها رو در افراد نمایشی نمیبینیم و اگر هم ببینیم خیلی خیلی کمه و به قصد و نیت جلب توجه هستش. درست شد؟ اوکی شد؟ لایک دیسلایک. آیدا، مهناز خب خواهش میکنم. آیدا اوکی. خب سیر و درمان. زمانی که سن افراد مبتلا بالا میره، علائم هم در اونها کمتر میشه. چون که چرا علائم در اونها کمتر دیده میشه؟ چون که وقتی سن این بیماران افزایش پیدا میکنه، انرژی اینها کم میشه. خب و ممکنه اون علائم، اون تفاوت‌هایی که ما در اینها می‌بینیم به خاطر این باشه که اونها دارن در ظاهر تظاهر میکنن که ما دیگه جلب توجه نمی‌کنیم، ما دیگه نمی‌خوایم مثلا این علائم رو داشته باشیم. اما اینها ظاهری هستش، نه واقعی. چون انرژیشون کم شده دیگه تمایلی ندارن که اون رفتارها رو نشون بدن و فقط هم بیشتر ظاهری هستن، واقعی نیست. بخش زیادی از فرایند درمان روی روابط میان فردی متمرکز میشه و اون هم روی روابطی که مشکل زا هستش، روی اون قسمت از ماجرایی که برای افراد مشکل زا هستش تمرکز میکنیم. مثلا روی خشمشون، روی اون تسلطی که میخوان روی دیگران داشته باشن ما متمرکز میشیم و اونها رو حل میکنیم. روی اون تلاشی که برای اغواگری دارن برای جنس مخالفشون تسلط پیدا میکنیم و تمرکز پیدا میکنیم و اون رو حلش میکنیم. پس بخش زیادی از درمان افراد نمایشی تمرکز روی روابط میان فردی هستش. و اینکه درمان انتخابی که ما برای این افراد انجام میدیم روان درمانی تحلیلگرا هستش. درمان انتخابی روان درمانی تحلیلگرا هستش و روانکاوی هم براشون انجام میدیم و براشون جواب خیلی خوبه، براشون جوابگویی داره و دارو درمانی هم برای این اختلال خیلی مفید هستش. من حالا نمیدونم داخل کنکور نمیاد سوال از داروها،
فقط در همین حد براتون آوردم چون ندیدم و حالا توی کتاب ها هم نبود. نمیخوام من بیشتر توضیح بدم در مورد داروها که گیجتون بکنم. چیزهایی که داخل کتاب ها هست به اندازه همون هایی که نوشته شده براتون سوال میاد. دارو درمانی نبود میتونیم بگیم، اما چون نبوده بهتره گفته نشه. اما دارو درمانی زیاد برای این افراد کارساز نیست. فقط بیشتر روی روان درمانی تحلیلگرا و روانکاوی درمانگران مانور میدن برای این افراد. خب این هم خاتمه کار افراد نمایشی. انشاءالله شنبه هفته آینده با یه مبحث جدید از اختلالات شخصیت در خدمتتون هستم. اگر تا اینجا سوالی دارید بپرسید. خب ببینم، شخصیت اجتنابی جلسه بعد.